سلام و عرض وقت بخیر خدمت مخاطبین خوب وارش تاک، داماشیای عزیز. اشکان جان، با یک بازی دیگه در هفته آینده و یک وارش تاک دیگه در این هفته، با بازی که هفته گذشته نداشتیم و حواشی که برای صادق متجدد یا صادق بوقی پیش اومده، با مجموعه این عوامل وارش تاک این هفته رو در خدمت وارشی هستیم. فامیلیش بوقی نبود؟ نه. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبین وارش اسپورت و هوادار داماش. آقا یه اینجوری باید صدای درام رول اینجا بزنیم. بالاخره نباختیم خارج اسپورت. بالاخره نباختیم و این چطوری رقم خورد بگیم نرفتیم که ببازیم. حالا در این مورد که صحبت میکنیم حتما در مورد بازی که نرفتیم و هنوزم مثلا پروندهش بازه. قبلش جا داره که یک یادی بکنیم از همون صادق بوقی، آقای بوقی یا آقای متجدد عزیز. میدونی این بوقی بودن لقبشون بوده دیگه در یک زمانی. حالا الانه که مثلا به اینجور آدمایی که میان اونجا بوق و شیپور میزنن مثلا میگن لیدر. اون لیدر که نبودن، موقع بوقچی داشت. آره بوقچی بود اون موقع. مثلا قبلا داشتیم محمد بوقی. آره که حالا بقیه دوستانم بودن دیگه، عباس یا حالا اکبر و کله فلان. بله سایر دوستان. عرضم به خدمتت که علی در مورد این کلیپی که پخش شد خیلی اومدن صحبت کردن. من دیگه نمیخوام حرفای تکراری که خیلی‌ها زدن رو تکرار کنم، فقط میخوام به دو مورد کمتر گفته شده اشاره کنم. یکی این که کاری که واقعا صادق اومد انجام داد برای زبان گیلکی، برای شنیده شدن حالا همون آ یا همون یه سری حالا کلمات خاص. من فکر می‌کنم کل مثلا اساتید زبان گیلکی مثلا در 20 سال اخیر شاید این کارو نتونستن بکنن. یعنی به قدری که الان گیلکی، اون آوای گیلکی به گوش مردم سراسر کشور داره خوب شنیده میشه، فکر نمی‌کنم که کسی تونسته باشه که این کار رو توی این سالها انجام بده. و من واقعا اگر یک سمتی، پستی، مقامی چیزی داشتم حتما از صادق میومدم تشکر ویژه میکردم بابت این کار فرهنگی که کرده. و خود موسیقیش هم که میدونی به هر حال برگرفته شده از یکی از آهنگای آقای اندیه، ولی خب این تبدیل به موسیقی فولک ما شده. یعنی طی سالها اگر از فوتبالی‌ها بپرسی، حتی بازاری‌ها بپرسی، این موسیقی رو خیلی شنیدن. یعنی درسته که حالا این خلاقیت و پیج صادق باعث شد که این موسیقی شنیده بشه، ولی خب موسیقی چیزی نیست که صاحب اثرش بخواد صادق باشه. بحث پیشینه خیلی زیاده. این مورد اول بود. مورد دوم این که حالا بنا به هر دلیلی مشکلاتی برای صادق پیش اومده. حالا میدونیم که این بوخشیام همچین حالا وضعیت مالی مناسبی معمولا ندارن، تمام تیم‌ها اکثرا، یا حداقلش تیم‌های رشتی. من به نظرم الان خیلی خوب و پسندیده است که باشگاه ما و حتی باشگاه سپیدرود بیاد حالا یه جوری یه کمکی به هر حال به این فرد بکنه، چون حالا خودت حتما شنیدی توی بازار به هر حال مشکلاتی براش پیش اومده سر این ماجرا. خوبه که الان در چنین مواقعی یک بار دیگه بخوایم به همه نشون بدیم که ما داماشی هستیم. علی تو میدونی که ما وقتی میگیم داماشی هستیم به خاطر خوب فوتبال بازی کردنمون داماشی نشدیم. درسته که بازی‌های خوبی هم داشتیم، ولی به خاطر اون مراممون، به خاطر اون اخلاقمون، به خاطر اون واکنش هامونه که داماشی رو شناخته میشن در سراسر کشور. من به نظرم خوبه که توی این اتفاق خاص هم باشگاه یک حمایتی بخواد از این عزیز انجام بده. در مورد صادق ببین، فکر کنم دیگه حالا جفتون سالیان سال خوب استادیوم هستیم، طبیعتا این شعری که یه روزی همین چیزا نگرم میخونه
ما سالیان سال داریم تو استادیوم میشنیم. الان مختلف. آره الان مد شده، الان یو دیگه همه شنیدن دیگه، داره فلان جا داره ریمیکس خیلی قشنگم شد دیگه. آره ولی چیزی که خب ما تقریبا من 30 ساله فکر کنم نوجوان بودم میشنیدم. با این چیزا بزرگ شدیم به عبارتی. بعد ببین اون قضیه صادق باید از دو منظر نگاه کنیمش. خب ببین صادق برای استادیوم، برای داماش، حالا حتی تیمای دیگه که میرفت تو استادیوم، حکم اون تهییج کننده رو داشت. یعنی لزوما تو نمیتونی مثلا فردی مثل صادق و اون یکی عباس و اینا رو مثلا ببری روی سکوی بیا کل 90 دقیقه رو بیا اینجا مثلا تماشاگرا رو بیا تشعار بدن که تیم بیاد بالا و اون برای مثلا سکوهای مثل تیفوسیا و جاهای بله. صادق حکم اون تهییج کننده رو داره. یعنی مثلا اون جایگاهایی که فقط میشینن بعضیا فوتبال نگاه میکنن کار نمیکنن، اون باید بریم اونجا مثلا چند تا از این اشکالی هم نداره. همه که قرار نیست مثلا حتما میان تشویق کنن، بعضی میخوان فوتبال ببینن، بعضی وقت نیاز اون جمعیت کاملا ساکت و این چیزا رو مثلا به وجد آوردن برای اون خیلی خوبه. علی حالا قبل از اینکه منظر دومت رو بگی و صحبتت قصد نشه، فقط این رو نکته رو هم بگم، اینکه حالا تیفوسیای ما یا بعضی از باشگاه‌های دیگه هوادارهای خاصشون میان و این سبک تشویق میکنن، این چیزی که تقریبا نوع دیگه تو فوتبال ایران، یعنی تو فوتبال ایران یه چیز سابقه داری نیست. در نتیجه از صادق و عباس و بقیه دوستان رو نمیتونه انتظار داشته باشین که مثلا حالا اون زمان اقتضای اون زمان همون بوده، همون سیستما بوده، یعنی جای دیگه هم همین بوده دیگه. تیم ملیش هم همین بوده، حتی هنوزم هست. این به حال یه پروسه‌ایه که باید از این عبور میکرد که مثلا بعدا آدم به اون سکوهای تشویق کننده و اینا برسه. یه زمانی واقعا لیدرهای اصلی اینا بودن. یعنی آره مثلا بخشی به هر حال از تاریخ باشگاه ما هست. ما نمیتونیم بگیم که ممکنه مخالف باشیم با این سبک و شیوه در زمان حاضر، ولی به نظرم نباید اون پیشینه‌مون رو دور بریزیم. و این خب این قضیه‌ای که حالا معروف شده اینا، بهت گفتم حکم تهییج کننده داره. حالا تا پیج و اینا رسید، کلا مردم از چیزای شاد کننده و چیزایی که خب باعث حالا حرکات موضوع و این چیزا میشه خوششون میاد. خب اینم طبیعی، اصلا دلیل برای دستگیر شدن و این چیزا من واقعا درک نمی‌کنم. باید قضیه پیچیده‌تر فکر کنم جاش اینجا نباشه. جاش اینجا نیست، دستگیری هم نبود ظاهرا. حالا یه صحبتایی شده پلم شدن اون ور این کارا زیاد. امیدواریم که به هر حال حداقل در مورد صادق مشکلاتی که پیش اومده حل بشه. امیدوارم که باشگاه در این مورد پیگیری بکنه. این اتفاقا نشون داد شبکه‌های مجازی چقدر تاثیرگذاره و واقعا بعضی وقت یه چیزایی میاد بالا که آدم انتظارشو نداره. مثلا یه اتفاقی میفته، یه پیج دور سر زبونا میفته. یادت اون زمان حالا یک مورد دیگه هم که پیش اومده بود، حالا مورد که البته از این مورد زیاد داشتیم ما تو بحث داماش، اون حامد بزن هم خیلی معروف شده بود. حامد بزن آره، خود آقای الطافی نخواستی کرده بیشتر منو. آره اگه اون موقع مثلا الان پیج داشت واسه خودش هر روز داشت تبلیغات میکرد فلان چیو بگیرید. نمیدونم فلان کس چرا فلان کار نمی‌کنی. یا مثلا همین چند ماه پیش اون خانم معلمه که تو کلاسش داشت اگر جذب مشکل نساجی آره دیگه چیز اون داشت شعر رو وسط کلاس میخوند، یه مدت براش مشکل پیش اومد، الان پیج داره قشنگ اومده بالا، زندگیش راحته. امیدوارم این اتفاق صادق هم بیفته. حالا شبکه مجازی یعنی ببین یه چیزای راحت واسه خودشون میان بالا، فکرش هم نمیتونیم بکنیم. آره بگذاریم از این موضوع، بگذاریم در مورد بازی با نفت و گاز گشتاران که انجام نشد. بازی خیلی زیبایی بود، ما موقعیت‌های خیلی خوبی داشتیم. حیف که بازم نتیجه نگرفتیم. حیف که نباختیم. چی شد اصلا؟ علی ببین در این مورد باشگاه اومد اعلام کرد، حالا یک بار دیگه هم اینجا بگیم بد نیست، که پرواز اولمون از رشت لغو شد، نمیدونم بعد رفتیم تهران، اونجا پرواز بعدیمون به شیراز لغو شد، فرصت نبود نتونستیم بریم. توضیحاتی بود که ارائه شد. من یه سوالی برام واسه پیش میاد، پرواز به یاسوج نداشتیم؟ شاید نبود. صحبتی که میخوام بکنم اینه، ببین تمام این توضیحات داده شد. شاید از نظر ما، شاید از نظر بعضی از هوادارا این بهانه کننده نبود این صحبت ها، ولی من میخوام یه ذره کلی‌تر صحبت کنم. اینکه مگه خیلی از باشگاه بزرگ مثل پرسپولیس، استقلال، باشگاه کوچیک‌تر ملوان، خیلی از تیم‌های دیگه میان یک سری
واکنش ها نشون میدن که یک سری چیزها رو به سود خودشون بکنن. خیلی من سربسته کلی بگم، این مگه حتما باید قابل توجیه باشه برای هوادارشون؟ خیلی چیزا ممکنه کاملا با عقل جور در بیاد ولی باز برای یه سری قابل توجیه خب من همین رو میگم ای کاش هوادار ما اگر توی اون جمع خصوصیش در مورد یک سری از موضوعات نظراتی داره، اون وجه بیرونیش رو، قضیه‌ای که دیده میشه رو به نظرم خوبه که بذاره یا برای همون جمع خصوصی یا یه خورده برای آینده. مثلا زمانی که هنوز اصلا معلوم نیست چه اتفاقی افتاده، هنوز حکم ما نیومده، یه سری از هوادارا میاد میگه اینا نمیخواستن برن، عمدن نرفتن. من نمیگم اینجوری هست یا نیست، من میگم که اون جنبه بیرونی ماجراش، اون چیزی که دیده میشه، به نظرم میگن توف سربالاست یه سری از حرفا. من فکر میکنم که یه خورده باید این قضیه رو کمتر کنیم. یه چیزو بگم بهت، ببین همه اینا به رسانه برمیگرده. اگه یه رسانه قوی باشه، اونقدر مقبول باشه بین اون جمعیتی که دنبالش میکنن، هر حرفی رو به هر هدفی، با هر هدفی، به هر مسیری که تو نظرش داره بگه، اون هوادار، اون کسی که دنبالش میکنه همونو پیگیری میکنه. اتفاقا من میخواستم برسم به همین صحبت تو. ببین اگه اون رسانه یه جوری تا اینجا عمل کرده بود که هوادار اعتماد کامل بهش داشت، میتونست الان این قضیه رو به یه سمتی بکشونه که مثلا انگار داماش اینجا حقی ازش ضایع شده، خب طبیعتا طرف میرفت زیر کامنت میذاشت. دقیقاً این مقبولیت وجود نداره. دقیقاً همینطوریه که تو میگی. حالا اصلا به اون پیشینه پیج اینستاگرام باشگاه داریم میگیم، حالا به پیشینه اون پیج بگیم که اصلا کاری نداریم، به فرض در مورد همین اتفاق ببینیم پیج باشگاهمون اومد چیکار کرد، رسانه باشگاهمون اومد چیکار کرد. اولا که این اتفاق افتاد، ورزش 3 ما نمیدونم صفحات دیگه اومدن واکنششون دادن، مطلب منتشر کردن فلان، تا 12-13 ساعت بعدش واکنش نشون نداد. یعنی یک سری ویدیوها که توی ورزش 3 توسط باشگاه خودمون گرفته شده بودن منتشر شدن، توی پیج باشگاه خودمون منتشر نشد، اونش به کنار، به دست ما هم نرسید. نگفتن مثلا آقای وارش اسپورت، آقای مثلا اف سی داماش، آقای مثلا تیفوسیا این ویدیوها رو بگیرید مثلا استفاده کنید، ما اصلا نمیخوایم الان منتشرش کنیم. برای ورزش 3 ارسال شده ولی پتانسیل های رسانه‌ای خود استان و شهرمون دیده نشد. حالا این یه ور قضیه، اصلا دوست نداشتن، نخواستن، هرچی. اون چه ویدیوییه، چه ویدیوهاییه؟ مثلا با مربی دروازه‌بان میایم صحبت میکنیم، با من اولین ویدیو منتشر میکنیم، ما اینجا تو فرودگاهیم، ساعت فلانه، اون ساعت هم الان پشت زده. بعد آقای حمیدی دوست عزیز که روی سر ما جا داری، آخه اصلا این ویدیوهای خودتون رو شما یک دور برید ببینید، ویدیو یه جوری انگار مثلا چه میدونم یک بازیگر آماتور تئاتر مثلا داره در مورد یک موضوعی صحبت میکنه، انگار به زور داره صحبت. بعد اصلا اوکی داریم ویدیو، انتشار ویدیو خیلی چیز خوبیه، خب آقا بیا تو ویدیو بگیر، اینجا بازیکنامون اینجا موندن، وضعیت بدی هستن، بازیکن‌ها شاکی هستن، ما خودمون شاکی هستیم که پروازمون جا مونده، ما این که اینجا طلب کنیم، نه اینکه گردن کج کنیم ما تلاش کردیم نتونستیم بیایم. همینجوری شد دیگه. سر همین قضیه است که بعد میرسیم به صحبت تو که هوادار رو خب این ویدیو رو میبینه میگه اینا فیلمشونه دیگه، این چه وضع ویدیو گرفتن، حتما اینا آمدانه نرفتن. یعنی اون ویدیوهایی که منتشر شد نه تنها کمکی نکرد که این قضیه حل بشه، خیلی قضیه رو بدتر کرد. تو یه چیزو بهم بگو، تو از یه نگاه دیگه نگاه کن، مثلا این تیم حریف بود داشت اینجوری میکرد، تو باور میکردی؟ نه. یعنی واقعا اگه الان هر حکم بخواد بیاد من هیچ خورده‌ای نمیتونم بگیرم. ممکنه حق هم کاملا با ما باشه، نمیگم ممکنه آره من اصلا دارم نمیگم حق با ما نیست. ببین ممکنه خیلی جا حق شیوه پیاده سازیش رو دارم میگم، شیوه پیشرفتنش رو دارم میگم. آره ببین مثلا شاید خیلی اتفاقات دیگه توی لیگ برتر یا لیگ‌های دیگه بر ضد ما افتاده بود، اگه اون پوشش رسانه‌ای درست انجام میشد کاملا مثلا ما میرفتیم اونجا مظلوم واقع شدنمون به چشم همه میومد، ولی
یه جایی مثل الان اتفاق میفته اصلا اینقدر ضعیف روش کار میکنن با راهکار اشتباه پیش میرن که آدم میگه اصلا هر اتفاقی افتاد اصلا دیگه هیچ کارش نمیشه کرد. با اون ویدیوهایی که منتشر شده با ضعف رسانه‌ای اصلا خیلی عجیب غریبه. تا الان حکمی نیومده. امیدوارم که هرچی هست به سود ما بیاد. به نظر من اگه میخواست 3-0 بشه با تا الان میگفت. پس احتمالاً بازی موکول میشه به یه زمان. امیدوارم که این اتفاق بیفته. احتمالش هست ولی واقعا اگه این اتفاق بیفته این دفعه قصر در رفتن میتونه بگم میتونه تا خیلی بدی بیفته. حالا جدا از این بحثم حالا درصدی اگر قضیه بخواد 3-0 بشه به سود تیم حریف ما که حکم رو نمیدونیم، ولی درصدی اگر قرار باشه که این اتفاق بیفته امیدواریم که جوری این اتفاق نیفته که این 3-0 یه جور حالت 3-0 انضباطی خیلی شدیدتری پیدا کنه که بگن یک بار دیگه شما نیومدید نمیدونم تیم سقوط میکنه فلان. امیدوارم که این اتفاق نیفته. مضاف بر این که یک قانون نسبتا جدیدی هم مثل که وجود داره 3 امتیاز دیگه هم کم میکنن. چقدر ما امتیاز گرفتیم این فصل؟ زمانی که اگر ثابت بشه که تیم عمدن نرفته. به هر حال تیم که عمدن در واقع اینجوری نبود که عمدن نرفته باشه، مستنداتش به هر حال موجوده، طبیعتا ارائه شده، ولی ای کاش رسانه‌مون هم قوی‌تر عمل می‌کرد و در راستای قوی‌تر عمل کردن رسانه‌ای باشه. کاش جوری میشد که وقتی رسانه‌مون قوی عمل کرده هواداران میتونستن همراهی کنن. خیلی عملکرد رسانه‌ای این فصل منو یاد اون دوران لیگ برتر رو میندازه. همه چی رو قبول کنیم ما اشتباه کردیم، هر وقت می‌خواستیم بدیم. اول فصل هم که مالک قبلی گفت ما اشتباه کردیم. آره اصلا جریان خیبر خودمونیم دیگه. مثلا اگه آقای عابدینی بود سر ماجرای خیبر اون فدراسیون آتیش می‌کشید. خودمونیم دیگه. بریم یه استراحت کوتاهی بکنیم در مورد استراحت بکنیم تا بیشتر از این ملت دیس ندید. آره برگردیم با بحث جذب بازیکن‌های تازه و بعدش هم که برسیم به بازی بعد. برگشتیم و این نکته رو قبل از اینکه برنامه رو بخوایم ادامه بدیم خدمت شما بگم که ما توی همین برنامه هم یه دونه کارت شارژ 50,000 تومانی همراه اول برای اولین نفری که پیداش کنه در نظر گرفتیم. مثل برنامه‌های قبلی، حالا نمیدونم برنامه قبلی رو دوستان تونستن به دستش بیارن یا نه. اگر احیانا این شارژ رو به دست میارید حتما برامون کامنت کنید که بدونیم که شما این شارژ رو زدید و بقیه دوستان هم دیگه تلاش بیخود و اضافی نخوام بکنن. اگرم احیانا این برنامه رو دارید میبینید و هنوز ما رو سابسکرایب نکردید لطفاً بزنید روی دکمه سابسکرایب که بتونید بقیه برنامه‌های ما رو هم ببینید. دکمه نوتیفیکیشن هم بزنید هر وقت پست جدیدی اومد مطلع بشید. مرسی. علی جان، آقای جلالی یه مدت بود که حالا اطراف تیم بودن تا دیشب که یک پستی منتشر شد که گویا ایشون یه سمتی انگار توی فدراسیون گرفتن. بله اصلا چه پستی داشت تا الان اینجا؟ پستش رو نمیدونید در رأس همه امور فنی بود انگار. حالا سوالی که پیش میاد اینه که حالا این پست جدید رو گرفته، اولا که تبریک میگیم. حالا این پست جدید رو گرفته قراره با باشگاه ادامه همکاری کنه یا نه؟ فکر میکنم که از نظر قانونی امکان وجود نداشته باشه. یعنی تا جایی که من اطلاع دارم فکر نمیکنم که امکان وجود داشته باشه. به هر حال راستی زیرنویس همین ور بزنیم. این پست باشگاه هم که دیدیم فقط یه کامنت داشت. من خودم کامنت آقای جلالی بود. البته چیه؟ علی البته شوخی میکنه. یه روال بدی متاسفانه توی پیج باشگاه از گذشته تا به امروز وجود داشت. یعنی از اون زمانی که آقای محبوب بودن، بعد آقای اصغرزاده اومدن، بعدش هم که الان سایر دوستان هستن که کامنت ها حذف میشن. اصلا به نظرم خیلی غیر حرفه‌ای و یه ذره بعد بخوایم به قضیه نگاه کنیم توهین به مخاطبه. آقای مصداقی بخوام بگم، آقای جلالی عزیز، آقای جلالی پیشکسوت، دوست داشتنی، به داماش کمک کردن، از هر چی
مگه همه قراره در مورد این آدم یک نظر خاص و مشخص رو داشته باشن؟ مگه اصلا یکی شاید بعدش بیاد از این آدم، یکی از نظر فنی ایشون رو قبول نداشته باشه، اصلا یکی بخواد با ایشون شوخی کنه. به توهین و فحاشی اینا کار ندارم ما، ولی اینجور چیزا به نظرم مثلا خیلی غیر منطقیه که اینجور موارد بخوان حذف بشن. و اینا بگم خیلی از گروه‌ها من می‌دیدم بچه‌ها شاکی بودن از بابت این قضیه، میگفتن چه وضعشه مثلا، یعنی چه کامنت حذف میشه. ببین آخه این قضیه نیست که ما بخوایم بگیم فقط در مورد این پست اخیر در مورد مجید جلالی بود. این اصلا نه من مستاقش رو گفتم. ببین الان مثلا ما هیچ چیزی در مخالفت با آقای جلالی نیست، اصلا مثلا یه دونه اون کلیپ تولد دیگر رو نمیدونم رنگین کمان و این چیزا که من میدونم آقای نعیمی پور، حتی من اینم میدونم حتی مثلا آقای نعیمی پور که الان حالا مالک باشگاه هستن، خود ایشون شاکی بودن در مورد این قضیه. اینم حالا یه نمونهشه. مثلا خب اول ببین تو میگی توهین به مخاطب، این در واقع وقتی کامنت رو پاک میکنه داره به خودش توهین میکنه. کسی که کامنت رو پاک میکنه یعنی داری میگی تویی که داری از من انتقاد میکنی داری درست میگی، من نمیتونم تحمل کنم. آقا کامنت پاک کردن پیج رسمیه، میگم پیج اصلا کامنت نباید برات مهم باشه، پیج شخصی نیست که مثلا هر دوست ندارم مثلا من دوست نداشتم همچین چیزی. خب وقتی اگه یه جایی یه کاری ازتون ایراد میگیرن ایرادو قبول کنین. به ما هم تا حالا خیلی ایراد گرفتن، صحبت کردیم یا دیگه یه قانع شده یا نشده، قبول نکنید. کامنت دیگه پاک میکنه. فوش نداده، آره اگه فوشی داده که مثلا فوش داده یا اصلا مطلبی گفتی که از نظر قانونی براتون مشکل ساز میشه، همه این موارد هست، ولی نه حالا یکی بگه مثلا این چیه گذاشتی تو بیای پاکش کنی. اصلا خب الان این اصلا توهین به خود اون شخصیه که پاک میکنه. یعنی میگه من اینقدر مثلا آسیب پذیرم که با همچین چیزایی بهم مثلا بر میخوره پاک میکنم. نمیدونم والا. حالا بحث رسانه دورش ولش. اتفاقات خوبی توی تیم داره میفته، یعنی امیدوارم که این جریان شروع حالا اتفاقات خوب باشه. آره و اون اینه که سعید اسماعیل پور که حالا مربی بدنسازها و بازیکن داماش بوده برگشته به تیم. مرتضی آقاخان هم که بازیکن شناخته شده‌ای هست، آره یه صفحه ویکی‌پدیا داره به چه عظمت، اونم با تیم داشته تمرین می‌کرد. حالا نمیدونم الان قراردادش بسته شده یا نه، ولی ظاهرا داره بسته میشه. امیدواریم که به هر حال یک شروع جذب بازیکن باشه، هرچند که حالا انتخاب مرتضی آقاخان هم میتونه جای بحث داشته باشه. حالا در این مورد تو خودت صحبت کنی، من فکر می‌کنم خیلی بهتر باشه. خب سعید اسماعیل پور فکر کنم اول فصل وقتی آقای کلانتری اومده بود کنار تیم بودش و احتمالاً خب از نوع کارکرد و ایناش خب رضایت داشتن که ایشونو برگردونن. خب احتمالاً حرکت مثبتی امیدوارم در ادامه بدنسازی تیم خیلی بتونه کمک کنه. اما در مورد مرتضی آقاخان، خب مرتضی آقاخان بازیکنی که همون میشناسیم میشه، توی موقع که لیگ 1 بودیم سقوط کردیم تو پیکان بود، تازه داشت شناخته میشد. بعد که حالا اومد استقلال و سایپا و پارس جنوبی و حالا تا این فصل پیش هم شهرداری آستارا و تا این گیلان بازی میکرد. بازیکن خوبی، وینگر و مهاجم، حتی آمار گلزنی خوبی هم یه زمانی داشته. فقط حالا شاید یه جایی که خیلی به دوران فوتبالش ضربه زد مسئولیتاش بود، مسئولیت از ناحیه رباط و جای دیگه داشت، کلاً اون نتونست به اون پیشرفتی که باید برسه. ولی بازیکن فوق‌العاده موثریه اگه هنوز بتونه اون فرم قبلیشو مثلا حفظ کنه یا به دست بیاره دوباره، و به نظر من میتونه در ادامه فصل به تیم کمک بکنه. امیدوارم این اولین امضای قرارداد باشه از چندین امضای قرارداد دیگه، چون حالا ما فعلا که یه دونه جای خالی داریم، احتمالاً مرتضی بتونه اونجا رو پر کنه اگه حالا توافق باشه. فعلا که داره تمرین میکنه با خودش. بعد نمیدونم میگم قراردادش هم بسته شد، حالا نمیدونم به این بازی برسه نرسه، یه ذره البته دور از ذهنه که به این بازی برسه. حالا چون باید کارت بازی اونا ساده بشه. حالا کارت بازی کنار این بحث آمادگی بدنی هم مرحله است دیگه. حالا این نیم فصل رو بیرون بود دیگه، بعد اینکه از شهرداری آستارا رفت تیمی نداشت و به نظر من میتونه تاثیر خوبی رو تیم بذاره. در قبال اینکه حالا این فعلا اولین خریده دیگه، باید ببینیم توی نیم فصل کیا جدا میشن کیا جایگزین میشن، اما قطعا نیاز به چند تا جدایی و چند تا جذب داریم. البته میدونم این جدا شدن هزینه در بر داره و حالا فعلا صحبتایی هست که معلوم نیست هزینه داره پرداخت میشه یا نه، ولی نگرانی وجود داره، ولی منتظر میمونم. من حالا یه وقفه ای هست توی نیم فصل، وقت می‌کنم یه ماه خوردی باشه.
نمیدونم، ولی آره یه چنین چیزی. آره دقیقش رو نمیدونم. ببین من با آقای نعیمی پور که صحبت می‌کردم، ایشون میگفتن که مشکلی نداریم بابت پرداخت‌ها و هزینه کردها. این چیزی نیست که من مستقلاً بتونم تاییدش کنم، نقل قول صرفا دارم میکنم. گفتم مشکلی وجود نداره، هزینه کرده انجام میشن و با بازیکن‌ها رو جذب میکنیم به موقعش و در کل هم که خیلی خوشبین بودم به آینده تیم. امیدواریم ما هم که همین اتفاق بیفته. در حال گفتنش راحت. آره ما یه ضرب المثل داریم توی حوزه کاری خودمون، دنیای آیتی، میگن که حرف زدن راحته، کدت رو نشون بده. کد. حالا در این مورد هم آره امیدواریم که این صحبتایی که داره میشه به هر حال به واقعیت بپیوند و اتفاقات خوبی برای تیممون بیفته. از این جریان هم بگذریم، میرسیم به بحث ساق طلایی. چقدر این ساق طلایی رو ما سوژه می‌کردیم، یعنی اون موقع کمتر کسی بود که بگه خوش طلایی، همه میگفتن ساق طلایی بهش اسکناس هم بهشون میدادن. حتی یه بار آقای الطافی مدیر عامل بود اون موقع اصلا توی مصاحبه رسمی همینجوری داشت بخونه خب با تیم ساق طلایی بازی. ما حالا نمیدونم بازیکن‌های جدیدمون یا هوادارهای جدیدمون چقدر در جریان اتفاقات سالیان اخیر دامش هستن، ولی خب این خوشه طلایی یکی از اون تیمایی بود که خیلی ما باش جدیدامون زرنگه، میرن سال قبل‌تر خبرها رو میخونن که ما هم موقع بودیم. آفرین. خیلی حواشی داشتیم دیگه با این خوشه طلایی، تو حتما اشاره می‌کنی. متاسفانه هنوزم نمیدونیم این خوشه طلایی کجاست. خوشه طلایی اردبیل تهران؟ خوشه طلایی اردبیل تهران ساوه است که تو آستارا بازی میکنه. حالا این بازی برگشت مثلا باش بریم آستارا بازی کنیم. سی آستارا دیگه باید بریم. دفعه بعد ان شاء الله. تا موقع شاید تکلیفشون هم مشخص شد. بازی دیگه ببریم دیگه علی. خب ساق خوشه طلایی حالا مال هر شهری هست. امسال خب ببین تیمی بوده که از تمام فکر کنم بیشتر باخت خیلی زیادی داشته، ولی خب باز با تمام اوصاف از ما بالاتره با 4 امتیاز و هفته پیشم مثل سونگونی رو برد که ما اون شکل همچی با شیرینکاری باختیم بهش. ولی خب با توجه به این که حالا کادر فنی جدید اومده، من نمیخوام بگم حالا مثلا کادر فنی قبلی مشکلی چیزی داشت، نظر مهندسی تلاشش کرد، ولی همیشه خب وقتی فوتبال ایران کلا احساسیه دیگه. آره کادر فنی جدید میاد همیشه اول بازیکن‌ها رو یه چیزا رو جو میگیره، خوب بازی میکنن. بعد به نظر من حالا این بازی که نرفتن به هر دلیلی و باعث شد که حالا تایم بیشتری برای تمرین کردن داشته باشن، تاثیر مثبتی طبیعتاً داشته و آقای کلانتری بیشتر با تیم آشنا شده و احتمالاً بتونه تاکتیکاشو یه خورده پیاده بکنه، اگر البته اینا بتونن پیاده بکنن، بازیکن‌ها بتونن پیاده بکنن. در هر صورت بازی هست که شانس بردن داماش بیشتره، حتی بیشتر از اختلافی یه گل و میبریم بازی. امیدوارم که ما قبلا هم با خوشه طلایی بازی رو ببریم. خیلی داشتیم، مثلا همون فصلی که لیگ 2 بودیم 3 بار بازی کردیم 2 بار بردیم، یه دونه تو جام حذفی، یه دونه تو لیگ، یه دونه حالا تو ساوه مساوی کردیم. این ورم که اومدیم لیگ 1، تو لیگ 1 اومدیم یه آمار خیلی خوبی است. خوشه طلایی آخرین تیم بود که تو رشت ما رو شکست داده بود، دیگه نواختیم تا مثل کرم. اون زمانی هم که ماربور در حالت دیگه دوران پاندمی کرونا بود و کلا تماشاگری نداشتن. متاسفانه به دلیل همیشگی سر صدای محیط خورده نویز داریم توی ویدیو، متاسفانه چیزی نیست که در کنترل ما باشه. امیدوارم که روزی واقعا شرایطی برای ما فراهم باشه که در یک محیط ایزوله‌تر بتونیم برنامه‌مون رو ضبط کنیم. درست میشه. از این جریان که بگذریم علی، پیش بینی خودت چیه حالا در مورد بازی، اینکه تیم در چه مسیری قرار داره؟ حالا می‌خواستم به همین برسم. این بازی که منم خب باید موافقم که میبریم، فکر نمی‌کنم کسی در واقع فکر کنه که بازی مساوی می‌کنیم یا می‌بازیم. اگر یعنی چنین اتفاقی بیفته که اصلا فاتحه این تیم میشه گفت خونده است با این وضعیت، ولی میبریم بازی. من معتقدم میبریم مگر اینکه اتفاقات عجیب و غریب غیر فوتبالی بخواد بیفته. البته دیگه خوشه طلایی اون زور سابقه نداره اتفاقات غیر فوتبالی رقم بزنه. نه میگم حادثه است دیگه، مثلا ممکن بازیکنی مصدوم بشه، اخراجی داده بشه، پنالتی بشه، حوادث. آره
ما قاعدتا باید ببریم بازی رو، ولی من امیدوارم حالا جدا از اینکه این بازی رو میبریم، برای بازی سایپا از روز بعد از بازی خوش طلای برنامه‌ریزی بشه. این حرف رو الان دارم میزنم چون ما وارشتاک بعدیمون 2 روز قبل از بازی با سایپا میشه، یعنی دیگه اون موقع دیره. اگر قرار هواداری اعزام بشه، اگر قرار هماهنگی بشه، هر اتفاقی قرار بیفته، از چه بسا حتی قبل از بازی با خوش طلایی بیفته، ما با هوادار بریم اونجا. اگر باشگاه درسته که کانون هوادارا رو هم نداره، ما خودمون تمام تلاشمون رو میکنیم به همراه بقیه رسانه‌ها و سکوها بتونیم یه جوری هوادارا رو به هر حال سازماندهی کنیم، بریم که اونجا رو یه جورایی تبدیل به بازی خونگی بکنیم. درسته بازی سختی، ولی به هر حال امکان برد هست. علی خیلی ضایع است ما مثلا یک نیم فصل رو پشت سر گذاشته باشیم از کل بازی خونگیمون هیچ امتیازی نگرفته باشیم، هرچند بازی با نفت و گاز هنوز در حالی از ابهامه، ولی به هر حال دیگه به هر حال حالا همچین هم امیدوار نبودیم که اونو میبریم. آره ما حالا فعلا اون بازی نتیجهش نیومده، به این معنی نیست که از اون بازی امتیاز گرفتیم. آره در مورد تو اعزام هوادار میگی، من همیشه به سوابق گذشته فکر میکنم. واقعا اعزام شدن با اتوبوس کلا یه داستان پر دردسریه، مخصوصا توقف‌های بین راه. البته شاید بعضی از بهترین خاطرات دوران حضورم تو استادیوم به همین بازی‌ها خارج از خونه باشه، مخصوصا اون فصلی که تو لیگ 2 بودیم، ما چند بازی رو رفتیم خارج از خونه. بازی تهران بود، ساوه بود، حتی بم بود، تبریز بود. قشنگ با اون دور و بریای خودمون که الان یه سریاشون حتی تو همین رسانه خودمون هست مثل سید علی. بله. آره کل مسیر رو در مورد داماش و چیزهای مختلف سوال. تو بازی خارج از خونه بعضی وقت خیلی چیز خوبیه که هوادار اینا باشه، اگه نوع اعزامش، اگه سازماندهیش خوب باشه، نه مثلا اون سال که داشتیم از لیگ 3 می اومدیم بالا، بازی با کیا بود چی بود، اصلا اعزام یه لغو شد، بقیه اینجا با ماشینای شخصی رفتن. من خواستم برم اون بازی رو، نشد. امیدواریم که این اتفاقات نیفته. هرچی از سازماندهی خوب بشه. 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم وگرنه مجبور میشیم که کات بزنیم. پیش بینی نتیجه. آره هانی نتیجه امیدوارم ببریم. نتیجهش چند میشه؟ شاید 1-0. 2-0 ما 3-1. همونجوری پوریا 3-1. یه بارم پوریا هر بازی میگه 3-1 و یه 0-0 میشه. مگه 2-1 3-1 شدنی. آره میشه. آره. آخه میدونی چی، مثلا تیم دیگه مثلا چه میدونم 2-0 جلو اگر باشه ممکنه گل بیشتری هم زده بشه دیگه، اون موقع یکم جوگیر بشن، یکم دفاع کمتر سوتی بده. آره و میگم تایم هم زیاد نداریم، فقط اینکه در مورد بازی با سایپا که صحبت کردیم، یک بار دیگه آرزو میکنیم که مشکلاتی که هر حال برای صادق پیش اومده هر چه زودتر حل بشن. حل میشه. دوباره بتونیم روی اون سکوی معروف ببینیمش. اصلا امیدوارم این بازی هم باشه. آره بعد مدت این چیزا تموم میشه، از چیز میافتم به زندگیش. آره. دم شما گرم که برنامه رو دیدید و امیدوارم که آره به هر حال بعد این بازی به هر حال هوادارا بتونن به هر نحوی، چه خودشون چه با اعزام باشگاه، بتونن حضور حداکثری داشته باشن تو کرج که تو بازی تو کرج و بتونیم دست سایپا هم به اون صورت هوادار نداره، ما میتونیم هواداری بیشتر از اون 10% که حق اون هست اونجا داشته باشیم. آره و بتونیم ببریم. اونم ان شاءالله. امیدوارم که با یک روحیه خیلی خوب بتونیم نیم فصل دوم رو شروع کنیم. یک بار دیگه تشکر میکنم از اینکه با ما توی این برنامه توی این گفتگو همراه بودید. امیدوارم که برنامه بعدی رو با خبر پیروزی داماش شروع کنیم. آره طبق معمول بعد پیروزی همیشه انرژی داریم و بعد 2 هفته حالا تأخیرم دوباره همراه بارش خواهیم داشت. آره این بازی و شاید هم بازی بعدی دیگه. بازی بعد هم باشه. فعلا